واقعا از قدرت‌های عجیب غریب نوشابه خبر داری؟ نوشابه رو با مایع ظرفشویی قاطی کن، روی چربی‌های آشپزخونه اسپری کن، بعد با یه دستمال آروم پاکش کن. چربی‌ها عجیب غریب غیب میشن. نوشابه رو با پودر لباسشویی قاطی کن، پپک‌های سیاه رو کاملا حذف میکنه. نوشابه رو با صابون مخلوط کن، روی شیرالات اسپری کن، لکه‌های آب رو راحت پاک میکنه. نوشابه و سرکه سفید رو قاطی کن، روی شیشه اسپری کن، شیشه‌ها برق میزنن. نوشابه با پودر لباسشویی رو توی توالت اسپری کن، لکه‌های زرد و بوها رو راحت از بین میبره. نوشابه رو با خمیر دندون قاطی کن، دیگه نگران نقاشی‌های بچه‌هات روی دیوار نباش. کلیدت زنگ زده، اون رو توی یه کاسه بذار و روش نوشابه و سرکه سفید بریز. بذار شب تا صبح بمونه. صبح مثل روز اولش برق میزنه. اگه آدامس به موهات چسبیده، نوشابه رو بریز توی یک لیوان، موی آدامسی رو 5 دقیقه داخلش بذار، راحت جدا میشه. اگه کف ظروف آشپزخونه‌تون اینجوری سوخته، مقداری خمیر دندون، نمک، جوش شیرین و کمی نوشابه رو با هم ترکیب کنید. ظرف رو توی این محلول به مدت 10 دقیقه بخیسونید و صبر کنید. بعدش با یه دستمال تمیزش کنید. برای تمیز کردن ماشین لباسشوییتونم مقداری نوشابه، شوینده، سرکه سفید و جوش شیرین بریزید. بعد بذارید تا دست‌ها کاملا شسته بشه و تمیز بشه. اگه خوشتون اومد 3 تا قلب قرمز برام کامنت بذارید.